سلبریتی ها بعضیاشون تمثال خورشیدن، یعنی که مثل خورشید دیده میشن، تو اوج میرن و از اوج میفتن، مثل همین چیزهایی که جدیدن میشنوید. بحث داغ این روزا آقای سلبریتی که متاسفانه براش مشکلی پیش اومده و این مشکل حالا توجه منو جلب کرد به این که حالا آن چیز که در بالا اتفاق میفته در پایینم اتفاق میفته. ما در صور فلکی دوشیزه رو از این به بعد به مدت 2000 سال در مهر داریم که قبلا دوشیزه در شهریور بود و 2000 تقریبا خورده سال، 2040 سال، 2100 سال شاید تقریبا طول بکشه تا این کامل بیفته اینجا. و ترازو رو داریم در آبان ماه و عقرب رو داریم در آذر ماه. ببینید این اگر دایره البروج باشه یا به تفسیر ائمه آسیاب یا چرخ و فلک باشه، اینجا برج 7 مهر ماه خورشید، میدونید که دیگه تموم شد. مهر ماه به این صورت حرکت میکنه، وارد آبان شد، یعنی دوشیزه خورشید رو به ترازو داد. ترازو که سبک و سنگین میکنه، یا نمادی از قانون، نمادی از دادگاه، یا تو این مدتی که بوده نکیر و منکر تمثالی از این بوده که حالا برای مرگ چیز میشده، ولی در بعضی مواقع برای زندان، برای خورشید حساب میشه. که ببینید خورشید وارد ترازو شد، همونطور که میبینید خورشید دوشیزه خورشید رو به دادگاه داد، دوشیزه خورشید رو به ترازو داد، وارد برج 8 شد آبان ماه و بعد از اون به همین صورت وارد عقرب میشه و در اینجا در شب یلدا همونطور که میدونید از 1 تیر تا 1 دی خورشید روزا رو کوتاه میکنه و شبا رو بلند میکنه تا شب یلدا. از شب یلدا دیگه برعکس میشه، روزا بلند میشه و شبا کوتاه تا 1 تیر. این چرخه همیشه ادامه داره و خودتون میتونید این چرخه رو الان این روزا رو ببینید که وقتی آسترولوژیست‌ها میگن که آن چیزی که در بالا اتفاق میفته قطعاً در پایین در زمین هم اتفاق میفته. در سنگ زیرین آسیاب میتونید به این پی ببرید.